با انسان‌های افسرده ازدواج نکنید. با انسان شکاک ازدواج نکنید. با کسی که همش دستور میده ازدواج نکنید. با کسی که در تماس‌های تلفنیش مدام از مسائل جنسی حرف میزنه ازدواج نکنید. با کسی که بیشتر شبیه جنس توه تا جنس خودش ازدواج نکنید. یعنی اگر تو دختری اون پسره رفتارش بیشتر دخترانه است. با کسی که تابع مادرشه ازدواج نکنید. با کسی که خسیسه ازدواج نکنید. با کسی که در کمتر از 3 ماه بیش از 14 بار با شما درگیری داشته ازدواج نکنید. با کسی که مدام با خانواده خودش سر جنگ داره ازدواج نکنید. و با انسانی که رفیق بازه ازدواج نکنید.